سلام بچه‌ها، به یکی دیگه از ویدیو من خوش اومدید. اون دکمه سابسکرایب و زنگوله کوچیک بغلش رو بزنید که باعث دلگرمیه. داخل این ویدیو قرار با هم دیگه RX 580 رو ازش تست گیم و یه توضیحاتی و معرفی بهتون بکنیم ازش. RX 580 که دیگه میتونم بگم پرطرفدارترین کارت گرافیک داخل بازار ایرانه. چرا؟ چون قیمت مناسبی داره و یه عملکرد خوبی تقریبا تو بازی‌ها داره. اکثرا بازی‌ها رو میتونه براتون اجرا دراره تو سال 2025 با اینکه کارت گرافیکی که 8-9 سال از ارزش به بازار میگذره. امروز شما میتونید با بودجه بین 6 تا 8 میلیون تومان، حالا از برندهای مختلف و سالمی تمیز بودنش تهیه بکنید دیگه. حالا بسته به خودتون داره که بگردید، چون کارت گرافیک RX 580 همشون دست دومن، شما دیگه نوشو نمیتونید پیدا کنید. از بودجه 6 تا 8 تومن دیگه بعد بگردید تا یه کارت گرافیک خوب و تمیزی پیدا بکنید. یه تست گیمی از این کارت گرافیک بریم که ببینیم تو سال 2025 تو بازی‌ها چه FPS به همون RX 580 میده. اولین بازی که میریم سراغش بازی GTA ویه. بازی GTA وی خب بازیه که خیلی سنگین نیست. چرا؟ چون بازیه که خیلی وقت از ارزش میگذره، تقریبا 10-15 سال میگذره. الان ما داریم کیفیت 1080 های ستینگ 72 FPS 74 FPS میگیریم. کیفیت خوبیه، کیفیت خوبی داره. FPS مون هم خیلی خوبه برای بازی جهان باز داستان محور. 72 FPS. بازی GTA وی شما اکثرا رو همه سیستما میتونید اجراش بکنید. خیلی برای همین بازی سنگین نیست بگیم این کارت گرافیکو بخواد به چالش بکشه. بازی بعدی که میریم سراغش بازی فورزا هورایزن 5 میتونم بگم بهترین بازی ریسینگیه که شما میتونید حال حاضر بازیش بکنید. الان کیفیت 1080 های ستینگ تقریبا 70 FPS میگیریم که برای این بازی واقعا FPS خوبیه. بازی خیلی سنگینی نیست، اما واقعا جهان بزرگ و چشم نوازی داره. من خودم بازیشو رو ایکس باکس سریز اس بازی میکردم، رو کامپیوتر هنوز بازیش نکردم، ولی رو ایکس باکس سریز اس که بازیش میکردم واقعا بازی خیلی سرگرم کننده بود. مخصوصا مدل ماشینشو من خیلی دوست داشتم. 75 FPS تقریبا شما الان دارید اندازه ایکس باکس سریز اس داخل این بازی هم FPS میگیرید هم کیفیتی که داره. تازه شاید بهترم بتونید با این کارت گرافیک اجراش بکنید. بازی بعدی که میریم سراغش بازی گاد آف وار رگناراک. گاد آف وار رگناراک بازی که تازه عرضه شده 1-2 ساله. 1080 لو ستینگ ما تقریبا داریم 42 FPS میگیریم. FPS خوبیه برای این کارت گرافیک. دیگه ما کارت گرافیکی که 8 سال از تاریخ ارزش گذشته 6-7 میلیون قیمتشه، خب نباید توقع مثلا های ستینگ و 80 FPS داشته باشه. FPS خوبیه، میتونید بازیش بکنید. کیفیتش هم خوبه. گاد آف وار لو ستینگش هم کیفیتی که اینجوری نیست بگید وای چه کیفیت بی خودی هستم بازی دارم نسل سومی انجام میدم. میتونید کیفیتش رو مدیوم ستینگ بذارید 30 FPS میشه که من حالا بازم میگم تست بکنید، چون سلیقه من خودم بازی نرم باشه دوست دارم. بازی که کیفیتش بالا باشه گیر بکنه خودم اصلا خوشم نمیاد. بازی بعدی که میریم سراغش بازی گوستاف سوشیما. گوستاف سوشیما بازی که تقریبا میتونیم بگیم اونم 3-4 سال از ارزش میگذره. 5 سال ارزش شده، تقریبا 5 سال برای کنسول اومده، 1-2 سال بعدش هم برای پی سی ارزش شده. الان داریم 1080 مدیوم ستینگ 40 FPS میگیریم. FPS خوبیه، کیفیت خوبی هم هست. 40 FPS برای این بازی با این کارت گرافیک و بودجه به نظر من واقعا FPS قابل قبولیه. بازم میگم نباید انتظاراتتون رو خیلی بالا ببرید. میتونید هنوز دستکاری هم بکنید کیفیت ها رو، یا اونم قلق خاص خودشو داره، ولی خب مدیوم ستینگ داریم تقریبا 40 FPS میگیریم. بازی بعدی که میریم سراغش بازی سایبرپانک 2077. سایبرپانک رو میتونم بگم الان داریم 1080 مدیوم ستینگ
FSR کوالیتی بازیش میکنیم. تقریبا 45 FPS داریم میگیریم. سایبرپانک الان بازیشو با 45 FPS بازیش روونه، میتونید بازیش بکنید. سایبرپانک تا موقعی که ریت ریسینگش رو روشن نکنید، مخصوصا رو مدیوم رو های، اون موقع تازه سنگینی بازی رو میفهمید. تا موقعی که رو کیفیت معمولی ریت ریسینگ خاموش شده، حتی تا اولترا ستینگ شما میتونید هم با یه RTX 2060 سوپر هم اجراش دارید، نیاز نیست کارت گرافیکی خیلی خفن داشته باشید. الان ما داریم 1080 مدیوم ستینگ 46 FPS، جای تقریبا میتونیم بگیم خیلی شلوغ نیست، ولی خب FPS مون دیگه فکر نکنم زیر 40 دراپ کنه. بالا 40 میگیریم، 40 تا 50 55 حتی FPS میگیریم. بازی بعدی که میریم سراغش بازی بتلفیلد 6. بتلفیلد 6 خب بازیه که تازه عرضه شده. داریم 1080 لو ستینگ، FSR خاموش، تقریبا 40 FPS داریم میگیریم. بازیه که تازه عرضه شده، FPS خوبیه، ولی خب بهتون میگم دیگه شما کم کم تقریبا از امسال شاید حتی پارسال چند تا بازی هم اومدن دیگه، شما برای اجرا کردن این بازی ها یه ذره مشکل دارید. باید دیگه از FPS و کیفیت بزنید فقط بخواید بازی معمولی باشه، یعنی یه 80 لو ستینگ و یه 35 40 FPS که فقط قابل بازی باشه دیگه، نخواید خیلی بصری و نرمودن براتون اولویت آنچنانی داشته باشه، خیلی جزئیات گرا باشید. بازی بعدی که میریم سراغش بازی رد دد ردمشن 2. رد دد ردمشن 2 رو الان کیفیت مدیوم ستینگ، تکسچر اولترا، تقریبا داریم 50 FPS میگیریم که FPS واقعا خوبیه. الان رد دد رو من میتونم بگم شاید از خیلی از بازیام جزئیات و کیفیت بازیش بهتر باشه، ولی خب بازی که الان میاد یه ذره هم سر بهینه سازیش کمتر بینش میکنن، هم دیگه حالا نمیدونیم چه تکنولوژی داخلش به کار میبرن، بازی سنگین تر میشه، ولی خب بهینش خیلی خوب انجام نمیدن دیگه. الان 1080 مدیوم ستینگ 47 48 FPS داریم میگیریم که واقعا FPS خوبیه. من خودم ردد رو شاید 100 ساعت بازیش کردم، بازی که بریزینش داستانش هم از نظر من کم کم ببرید جلو، یه دفعه فقط نچسبید به داستانش. بازی بعدی که میریم سراغش بازی بلک میت ووکانگ. بازی بلک میت ووکانگ هم بازی تقریبا جدیدیه، برای همین میتونم بگم برای این کارت گرافیک سنگین. الان 1080 لو ستینگ تقریبا داریم 40 45 FPS میگیریم. تقریبا شما میتونید تو بازی‌های روز لو ستینگ بین 37 FPS تا 50 FPS بگیرید، یه میانگین طوری همچین چیزی در نظرتون باشه. دیگه من بازی‌های مثلا سنگین و جهانباز دارم بهتون میگم، نه مثلا بازی ایندیه که کوچیک موچیکن، اون دیگه اونا خب بازی‌ها خیلی سبک‌تره، برای همین FPS و کیفیت بهتری میگیرید. بازی بعدی که میریم سراغش بازی ویچر 3. ویچر 3 هم بازی قدیمیه. الان ما داریم 1080 مدیوم ستینگ تقریبا 52 FPS میگیریم. من خودم هنوز ویچر 3 رو تجربهش نکردم، خیلی دوست دارم بازیش بکنم. 50 FPS داریم میگیریم که FPS خوبیه. بازم میگم بازی جدید نیست، ولی خب الان 1080 مدیوم تقریبا اندازه ردده. ما هم ردد و مدیوم ستینگ تقریبا داشتیم همچین FPS میگرفتیم، چون ویچر 3 و ردد خیلی فاصله زیادی ندارن ساختشون، یکی 2 سال فاصله ساختشونه، 2-3 سال. بازی بعدی که میریم سراغش بازی هورایزن فوربیدن وست. هورایزن فوربیدن وست خب من همیشه گفتم یکی از زیباترین جهانا رو داره. الان در شده وری لو ستینگ تقریبا 42 FPS میگیریم. وری لو ستینگ دیگه کیفیت کف دیگه از لو هم، ولی خب بازی انقدی با جزئیاته که به نظر من وری لو ستینگش رو میتونید بازی بکنید. تقریبا 40 FPS میگیریم، چون بازی جهان خیلی بزرگی داره، واقعا هم جهانش با جزئیاته. من خودم شاید تو هر ویدیویی که تست گیم گذاشتیم گفتم جزو 5 تا بازی بهترین جهان بازیه که تا حالا بازیش کردم. 39 40 FPS خوبیه، قابل اجرا، میتونید بازیش بکنید.
بازی بعدی که میریم سراغش بازی اساسین کرید شادوه. اساسین کرید شادو بازی سنگینیه. شما الان با کارت گرافیک شاید 2-3 برابر از این قوی ترم به مشکل بخورید سر اجرا در آوردنش. الان 1080 اولترا لو پریست داریم تقریبا 40 FPS با FSR کوالیتی میگیریم. دیگه این کیفیتش به شدت میاد پایین‌تر چون اساسین کرید شادو خب جدیدترین سری اساسینه. یه نکته دیگه هم هست که شما این بازی رو نمیتونید صلواتی بازیش بکنید، برای همین مجبورید بازی رو چند میلیون هزینه کنید براش که به نظر من برای این سیستم هزینه نکنید آقا، چون بازیش انقدر کیفیتش پایینه با بازی تقریبا نسل 8 برابری میکنه. برید اساسین کرید میراژ رو بازی بکنید، از این بهتره چون اون بازی خیلی سبک‌تری. بازی بعدی که میریم سراغش بازی کانتر استرایک 2. کانتر استرایک 2 خب جزو سبک‌ترین بازی‌هاست، خیلی سنگین نیست. الان ما داریم 1080 مدیوم ستینگ، FSR خاموش 120 تا 140 FPS میگیریم که FPS واقعا خوبیه، کیفیت خیلی خوبی هم داره. شما حتی میتونید الان تقریبا FPS خیلی خوبیه، اگه مانیتور رفرش بالاتر هم دارید به نظر من دیگه کیفیتش رو دست نزنید، چون بالا 100 FPS خیلی دیگه مگه خیلی ریزبین باشید که جزئیاتش یه ذره نرم بودنش رو بیشتر حس بکنید، یعنی دیگه بالا 100 FPS اصلا مشخص نیست به نظر من. بازی بعدی که میریم سراغش بازی دلستافاس پارت 2 ریمستر که این بازیش هم تقریبا تازه برای پی سی منتشر شده، تقریبا 7-8 ماه، یه ساله. داریم 1080 لو ستینگ 40 FPS میگیریم. لاستافاس 2 اگه بازیشو نکردید، داستانش هم ندیدید تا الان، به نظر من یه تجربه رویایی مونده براتون. از نظر داستانی که اصلا یه شاهکاره، میتونم بگم از نظر داستانی جزو شاهکارترین بازی هست واقعا. بازی مخصوصا نسخه دومش که اومده واقعا بازی با جزئیاتیه، یه 30-40 ساعتی مشغولتون میکنه حسابی. واقعا بجز اینکه داستان خوبی داره، گیم پلی به شدت تمیزی داره، یعنی جزئیات در حد بازی‌های مثلا چند تا بازی برتر از نظر هر چیزی میتونیم بهتون بگم. حتما پیشنهاد میشم بازیش بکنید، پیشنهاد میکنم حتما پیشنهاد میکنم بازیش بکنید. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. این هم یه تست گیم بود از آریکس 580 تو سال 2025. تقریبا همه بازی رو شما میتونید روش اجرا بکنید، غیر از مثلا چند تا بازی که دایرکت اکس مثلا 12 آلتیمیت میخواد یا شیدراش پیچیده است. شما اکثرا تمام بازی رو میتونید با یه کیفیت متوسط قابل قبول و یه FPS خوب 40-50 FPS بازی بکنید که به نظر من ارزش خریدش داخل این قیمت خوبه. بازم میگم شما دارید 6-7 میلیون هزینه میکنید. الان 6-7 میلیون واقعا پولی نیست برای یه کارت گرافیک، برای همین توقعتون رو بیارید پایینتر. اگه هم میخواید خب کارت گرافیک قوی تری بخرید، خب من بهتون معرفی میکنم داخل ویدیو قبلی. حالا مثلا RTX 2060 سوپر رو بهتون معرفی کردم، تو ویدیو بعدی هم هنوز بهتون معرفی میکنم چه سیستمایی بخرید و کارت گرافیکایی تهیه بکنید، چه کارت گرافیکایی بخرید و چه سیستمایی تهیه بکنید برای این کارت گرافیک، چه کارت گرافیکایی بخرید جایگزین این کارت گرافیک تو بودجه‌های بالاتر. بازم مرسی. اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کوچیکش رو بزنید که باعث دلگرمیه. تا یکی دیگه از ویدیوهای من، فعلا خداحافظ.